به نام خدا. سلام علیکم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. نوبت کتاب و کار درس 4 دیگه. بچهای نهم درس 4 کتاب و کار رو بریم ما هم دیگه حل کنیم. درس 4 موضوعش سرویسز بود. قبلا هم موضوعش رو دیده بودیم. بریم سراغ قسمت اولش. Choose the correct answer. پاسخ درست رو انتخاب بکنیم. یعنی طبیعتا گزینه صحیح رو کاش یا می نوشتن مثلا choose the correct item، به نظرم بهتر بود. حالا کار نداریم. Who, why یا where do the children play football? They play outside. ببین چون اینجا یک مکانی رو مطرح کرده، پس من باید در سوالی رو بسازم که بگه کجا. درسته؟ کدوم کلمه پرسشی میگفت کجا؟ این میگفت کجا. حله؟ بریم سراغ دومی. شماره 2 3 تا گزینه داریم. How, who و why. Does she take the bus? جواب رو نگاه کن. لزوما نمیخواد سوال رو بخونی. جواب میگه because، پس من why رو انتخاب میکنم. اوکی؟ به همین سادگی. Because it's fast. چون سریعه. 3 رو ببین. جواب ببینیم at 8 o'clock، پس من میگم when. اگه what time داشت what time رو انتخاب میکنم چون دقیق تره. صرفاً به این دلیل، نه اینکه when غلطه. ببین اصلا نخوندیم چی میگفت سوال. جواب رو نگاه کنی میدونی باید چی کار کنی. خب حالا چی میگفت؟ میگفت when do the banks open. بانک ها کی باز میکنن که اینجا گفته ساعتش. شماره 4 میگه who, what یا when. جواب ببین doctors work there. میگه دکترها اونجا کار میکنند. خب حالا دکترها اونجا کار میکنند دیگه، پس من باید بگم چه کسی. درسته؟ چه کسی رو انتخاب کردیم؟ میگه who works in the ER. emergency room بود دیگه. ER مخفف یا 2 تا حرف اول emergency و room بود که حالا طبق چیزی که بهتون گفتم انتخاب کردیم. شماره 5 the radio، پس من احتمال زیاد باید بگم what. حالا بخونیمش. is on the table. what is on the table؟ چی روی میزه؟ the radio، رادیو. how is on the table که خب معنی نمیده در جوابش بخوایم بگیم the radio اونم بعد اصلا خودش بی معنیه. where is on the table هم باز بی معنیه. کجاست روی میز یعنی چی؟ کجاست روی میز؟ خودت داری میگی روی میز، بعد کجا چی میگه این وسط؟ مورد بعدی شماره 6 میگه که how, where و why. ما اینجا why رو حذف میکنیم چون because نداریم. I go to work by car. چون داره میگه به وسیله ماشین میرم اونجا و این داستان، احتمال زیاد how هستش. حالا برای اینکه مطمئن بشیم بخونیم how do you go to work every morning. هر صبح چگونه سر کار میروی، که خب طبیعتاً اون درسته. Where do you go to work every morning میتونست درست باشه. سواله درسته ولی جوابش این نمیشه. I go to work by car. به وسیله ماشین یا حالا خودرو شخصیه دیگه. طبیعتاً نمیتونه برای این درست باشه. Why do you go to work every morning؟ چرا هر روز؟ ببین الان باز سواله درسته ولی این جواب بهش نمیخوره. okay؟ پس در این گونه سوالات جواب رو نگاه کن، به احتمال بسیار زیاد متوجه سوال میشی، متوجهش میشی که کلمه پرسشی چی باید باشه. اگر باز نشد دونه دونه جاگذاری کن، از طریق معناش متوجه قضیه میشی. گفتم دقت کن، مثل این مدل ممکنه هر ستاش به لحاظ معنایی درست باشن اما فقط یکیشون به جواب میخوره. این از این سوال. سوال بعدی میگه که با افزودن دو یا داز پرسش مناسب بسازی. از کجا بفهمیم؟ الان بهتون میگم. اگزمپلش رو ببین. How Ali go to school. How does Ali go to school. okay؟ خب این مثالیه که برامون نوشته. example یا مثالیه که برامون نوشته. الان این از کجا متوجه شد که اینجا باید داز باشه؟ خود سوال گفته یا دو یا داز دیگه. درسته؟ من به فاعل نگاه میکنم. فاعل گفته علی سوم شخص مفرده، پس من از داز استفاده میکنم. این که بهتون گفته بودم اون ویدیو جمع‌بندی درس های ترم اول رو ببینید، مخصوصا اون قسمت درس 3 رو، به خاطر همین بود. درس 4 و 3 خیلی به هم مرتبطن.
شماره 1 میگه what you do in your free time. پس من میگم what do you do in your free time. شما سعی کنید اینو کامل یک بار بنویسید. من برای اینکه وقت گرفته نشه این کارو میکنم. what do you do in your free time؟ توی اوقات فراغتت چیکار میکنی؟ که این سوال اصلا سوال خود درس فکر کنم آخر پایه 8 بود اگر اشتباه نکرده باشم. شماره 2 میگه when your brother get up. این اصلا کار ندارم با بقیهش. your brother رو دیدی؟ فاعل رو تشخیص بده. پس من میگم does. چرا گفتم does؟ برای اینکه فاعلم سوم شخص مفرده. الان اینجا رو نگاه کن. a baker سوم شخص مفرد. پس میگم where does a baker do. میبینی اصلا کار ندارم به بقیه سوال. بفهم سوال ازت چی میخواد، اینجوری حرفه‌ای جوابشو بده. الان مثلا حالا معناشونم اگر یادم نره چون درخواست کرده بودید توی کامنت ها که معنای اینا رو بگم. When does your brother get up؟ کی بیدار میشه برادرت؟ in the morning. صبح برادرت کی از خواب بیدار میشه؟ که حالا ما اونجا ساختیمش این سوال رو. Where does a baker work؟ یک نانوا کجا کار میکنه؟ How she، چون داره میگه she پس من میگم does. How does she go to school؟ او چگونه به مدرسه میرود؟ یعنی نمیدونم واقعا چرا انقدر بدخط مینویسم. بذارید یه درشتش کنم حداقل راحت‌تر دیده بشه. لجم گرفته، دوست دارم یه داز دیگه اینجا بنویسم. باز بهتر شد حداقل. اوکی. Why they learn English؟ Why چون فاعل میگه they سوم شخص هست ولی مفرد نیست، پس do دیگه داز نمی‌نویسم. گفتیم دیگه دو تا شرط مهمه. دو تا شرطمون مهم بود، هم سوم شخص بودن هم مفرد بودن. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 3. پرسش ها را به پاسخ مناسب بس کنید. این جور کردن سوال و جواب سوال بسیار رایجیه توی امتحانات خرداد. قشنگ میتونه یکی از محتمل ترین گزینه ها باشه. Where do they stay on their holiday؟ توی تعطیلاتشون کجا میمانند؟ درسته؟ خب کدوم یکی از اینا میتونه جواب باشه؟ because که نیست. because در جواب چرا میاد که معنیش میشد چون. It starts in March. میگه مارچ شروع میشه که خب چه ربطی داره؟ He puts out fire. این چطور؟ اینم ربطی نداره. I think in a hotel. فکر کنم در یک هتل. این منطقی به نظر نمیاد؟ چرا؟ میاد، خودشه دیگه. حالا وصلش نکنیم دیگه، جلوش بنویسیم B. خیلی خطی و به هم ریخته میشه. When does the festival start؟ این فستیوال یا جشنواره کی شروع میشه؟ start شروع شدن. when هم که میشد کی. When does the festival start؟ کی شروع میشه؟ It starts in March. دی هم بنویسیم اینجا. شماره 3 میگه Why does Mike come late to school؟ چرا؟ چون گفته چرا پس بی برو برگرد این. Because. چرا؟ چون. میبینی؟ به همین سادگی. حالا چی میگفت؟ میگه چرا مایک late یا دیر میره به مدرسه؟ میاد به مدرسه. البته اینجا گفته come. چرا دیر میاد به مدرسه؟ Because his house is far. چون خانه اش هست دور. اوکی؟ سی هم طبیعتاً برای اینه دیگه. حالا بخونیم ببینیم چی میگفت. یه چیزی بره رو مخم اینجوری اذیت میکنه. What does a firefighter do؟ یک آتش‌نشان چیکار میکنه؟ Puts out fire. او آتش را خاموش میکند. شماره 4. جملات زیر را با توجه به کلمات داخل کمانک بازنویسی کنید. این کلمه رو میگه توی جمله به کار ببریم دیگه. منظور همینه. حالا یه مثالم برامون زده و نوشته They go to the movie often یا often. این تلفظ often هم فکر نکنید غلطه ها، درسته. هر دو تلفظهای درستی به حساب میان. They often go to the movies. چرا اونجا؟ چون فعل اصلی داریم و قید تکرار باید قبل از فعل اصلی بیاد. often هم میدونیم دیگه میشه اغلب. He reads the newspaper. فعل اصلی داریم پس قید تکرار باید بیاد اینجا. He sometimes reads the newspaper. یه چیزی حواستون باشه. ببین این اس سوم شخص حذف نمیشه ها، چون sometimes اینجا میاد. بچه ها اینجا یه دونه اس دارن بعد اونو برمیدارن حذف میکنن. اشکال نداره اصلا. این هیچ ربطی به اون نداره اصلا. هیچ ربطی نداره بهش. آقا فعل جمله
چون فاعل سوم شخص مفرده این باید اسم سوم شخص رو داشته باشه. چی کار داری که حالا اینجا یه دونه قید اومده فاصله انداخته بینشون؟ هیچ کاری به اون نداشته باشه. الان دوباره often فعل اصلی رو پیدا کن. پیدا کردم، بذارش قبلش often یا often. تمام شد و رفت. She often helps her daughter with her homework. homework که میشد تکلیف، مشق، مشقش یا تکالیفش. البته homework تو انگلیسی هیچ موقع جمع بسته نمیشه، غیر قابل شمارش. میگه که او اغلب کمک میکند دخترش را در تکالیفش. این with به معنی با بود، حالا اینجا چون تکالیف در معنی کردیم. We watch television in the evening. We چون دوباره فعل اصلی داریم پس میگیم usually. U-S-U-A-L-L-Y. Usually. We usually watch television in the evening. ما معمولاً توی بعد از ظهر، در بعد از ظهر تلویزیون تماشا میکنیم. شماره 4 میگه I eat vegetables and fruits always. eat گفته دیگه، دوباره فعل اصلی داره پس من اینجا می نویسم always. They hire a taxi. hire گفته پس من never رو دوباره میذارم قبلش. never. آنها هرگز تاکسی نمیگیرن برن سر کار. اینجام که گفته بود من همیشه سبزیجات میخورم و چی میخورم؟ میوه و سبزیجات. گیر کردی لحظه. بریم بعدی. شماره 5. با توجه به تصاویر جاهای خالی رو پر کنید. سپس به آنها پاسخ دهید. Fill in the blanks with the WH questions, then answer the questions. با کلمه پرسشی دیگه جای خالی رو پر کنیم، بعد بهشون جوابم بدیم با توجه به تصویر. البته این تصویر زمان داده پس من اینجا باید بگم what time یا when. خب do you sleep at night؟ من what time رو ترجیح میدم. چرا؟ چون دقیق تره. when غلط نیست، دارم تاکید میکنم. این what time چون دقیقاً ساعت رو میپرسه، من what time رو مینویسم. what time do you sleep at night؟ I از کجا اومد؟ چون فاعل youه توی سوال. I sleep این از کجا اومد؟ اینها دیگه. at 9 p.m. I sleep at 9 هم بگیم اوکی چون تو خود سوال اشاره شده به شب. شماره 2 یه تصویر از چند تا بچه که از سرویس مدرسه و اینجور چیزا ظاهرا پیاده شدن. Do they go to school؟ قاعدتاً باید بگم چگونه، چون کجا که جوابش تو تصویر معلومه. نه پس من میگم چگونه. How do they go to school؟ الان نمیخواد اینجا بگی با سرویس، اینا چی هن؟ تاکسی هن دیگه، پس میگیم they go to school. They go to school by taxi. تاکسی بگیم بهتره یا بگیم by taxis. این هم از این. شماره 3 تصویرش اول ببینیم. یه همچین چیزیه، اون میدون آزادیه، اینجام که خیابونه و این داستانا. اینجوری که نمیشه نوشت. حالا Does Mr. Brown live؟ میدون آزادی رو دیدم دیگه، پس باید بگم کجا زندگی میکنه که در جوابش بگم تهران. Where does Mr. Brown live؟ کجا زندگی میکنه؟ He چرا he نوشتم she ننوشتم؟ مگه نمیگه مستر بر آقایون بود. He lives in تهران. نمازی. شماره 4 does she drink for breakfast؟ طبیعتا میشه what does she drink for breakfast. چیز دیگه نمیتونیم بگیم که اینجا ما عذر میخوام که ما اینجا میلک رو هم داریم، پس اینجا میگیم what does she drink for breakfast. اینو یکی از غلطهای رایج بچه‌هایی که حتی کلاس هم رفتن. breakfast درسته، breakfast نیست، درسته fast نوشته شده ولی breakfast تو این کلمه. what does she drink for breakfast؟ چی میخوره؟ شیر. she
drink milk. تا 3 شماره غلط جوابمو بگو. 1 2 3. بعد می نوشتم drinks. چرا؟ ببین اینجا داز اومده باعث شده من فعلا به صورت ساده بنویسم، ولی خب اینجا که دیگه نداریم که توی جمله خبری اگر فاعل سوم شخص مفرد باشه فعل باید اسم سوم شخص رو بگیره که من نذاشته بودم نوشتم الان. اوکی. شماره 5 جای خالی is he nervous. Why is he nervous بنویسم؟ در جوابش آخه چی بنویسیم؟ Because he's afraid of flight مثلا. آخه در حد بچه ها نیست. حالا یه چیزی می نویسیم. why باید بنویسیم دیگه. چرا مضطربه؟ because اینجوری می نویسم. پس با توجه به دانسته های بچه های نهم می نویسیم because the plane. چرا اون نروسه؟ چرا مضطربه؟ because the plane is taking off. از معدود جاهاییه که ما زمان سوالمون یه مدله، زمان جوابمون یه مدل دیگه است. اینجا حال ساده با فعل توبیه why is he nervous. اینجا حال استمراریه در جواب که اوکیه، هیچ مشکلی هم نداره. میگم خیلی ولی به ندرت این اتفاق میفته، بسیار بسیار به ندرت این اتفاق میفته. الان دقت کرده باشید توی این 5 تا 4 تا دیگه‌اش همش زمان سوال و جواب یکیه. این حالا موارد خاصه دیگه، خیلی الان ذهنتون رو به هم نریزید بابت این یه دونه. شماره 6 میگه تصاویر و پرسش ها و پاسخ های مرتبط. چی میگه؟ این تصاویر و سوالا رو با هم مچ کنیم به علاوه جواباشون. چرا؟ چقدر زیادش کردی؟ Who plays with his friends. طبیعتا این برای اینه و اینکه 1 و دی برای چی هن؟ Who plays with his friends. چه کسی بازی میکند با دوستانش؟ He is at the gas station. میتونه جوابش باشه؟ نه دیگه، او چه ربطی داره؟ او در پمپ بنزین است. هیچ ربطی نداره. He puts out fire. بازم بی ربطه. مهدی plays with his friends. یعنی اصلا قشنگ در جواب کامل شبیه سواله. پس من این رو خط میزنم و اینجا می نویسم سی کوچیک. شماره 2 Where is the driver. Where is the driver به کجاست؟ این میخوره. چقدر واضحه که پمپ بنزین ها، اصلا ذره شک نکنید. بعد خب پس من اینجا می نویسم A. جوابش هم همین الان خونده بودیم اگر دقت کرده باشید. گفتیم he is at the gas station. Where is the driver. راننده کجاست؟ او در پمپ بنزین است. A کوچیک capital A و small a. حالا شماره 3 میگه what does a firefighter do. این احتمال اومدنش تو امتحان خورده‌تون خیلی زیاده. حالا این جمله رو به خاطر داشته باشید. خب این E what does a firefighter do. این به این میخوره دیگه. اوکی. حالا آتش‌نشان چیکار میکنه؟ he puts out fire جوابشه دیگه. خب پس من اینجا می نویسم B. حل 4می ببینیم قبل از 5. When do you wake up in the morning. کی بیدار میشی صبح؟ جوابش باید زمان داشته باشه. They always go by bus. ربطی داره. I usually wake up every چیه؟ Very early. I usually wake up very early. خیلی زود. خب خیلی یعنی صبح زود بیدار میشه دیگه. پس این میتونه جوابش باشه که من این رو براش می نویسم. حالا بریم چیز رو هم پیدا کنیم، چه اسمش، تصویر مرتبط بهش رو، که این میشه دیگه C. تصویر مرتبط بهش اینه که اینجا نوشتیم. خب شماره 5 میگه how do the children go to school. بچه ها چجوری میرن مدرسه؟ این اتوبوس ظاهرا دیگه، حالا هرچند سایزن کوچیکه ولی they always go by bus. آنها میروند همیشه by bus. چی بود؟ دی بود؟ دی بود. خب دی تصویرمون چی بود؟ بی بود. اینم برای این. اوکی. شماره 7 کلمات مرتبط با مضمون درس رو پیدا کنید و آنها رو در جاهای خالی
در جاهای خالی جمله های زیر بنویسید. از این سوالایی که رو مخ منه اونا رو باید پیدا کنیم اینجا بنویسیم. حالا یه کاری هم اینجا میتونید انجام بدید بچه‌ها. اول با توجه به معلوماتتون، مخصوصا بچه‌ای که معلومات خوبی دارن اینجا، اینا رو جواب بدن، بعد برن اونجا پیداش کنن. الان مثلا اینو ببین، a firefighter puts out fire دیگه، خیلی تابلوه دیگه. اگه کلمات رو بلد باشید میتونید اینو بنویسید. حالا بری بگردی اینجا فایر رو پیدا کنی که الان اینجا پیداش کردیم. دیدی؟ اینم راه خوبیه. طبیعتا یه همچین جدولی رو توی امتحان نمیبینید. من خودم که چون سلیقم نیست نمیارم، ولی خیلی بعید میدونم کسی این رو توی امتحان بده. بیشتر به درد تمرین کردن میخوره، ولی این قسمت بچه خیلی احتمالش زیاده توی امتحان بیاد. پس ما تمرکزمون رو میذاریم روی این. Mr. احمدی goes to work by taxi. He جای خالی تاکسی، با تاکسی میره سر کار. تاکسی چی کار میکنه؟ hire دیگه. He hires a taxi. Hires نوشته میشه، hires خونده میشه. بریم پس hires رو یا hire رو پیدا بکنیم که اینا hires داریمش. اساس سوم شخصش هم نیاز بود که اینجا نوشتیم. خب شماره 3 میگه محیا has some money. یه مقدار پول داره. She wants to open an account in the bank. توی پرانتزم نوشته توی بانک چیکار میکنن؟ Open an account. Open an account. بعضی از بچه ها مثلا میگفتن اینجا بگ بنویسیم. چرا بگ؟ بعد مثلا پول داره تو حساب، بعد نگاه چقدر بی‌معنی میشه. محیا مقداری پول دارد، او میخواهد کیفش را باز کند. بعد اصلا یعنی چی؟ بعد اینو مگه اینجا نمیبینی؟ بانک چیز بگی یعنی چی؟ چی بگیم دست اینجور بچه ها؟ اوکی. account کجاست؟ پیداش کردید به ما بگید. اینها خودش. خیلی خب بعدی چی میگه؟ get on a bus. این علامت مخالفه دیگه، پس بعد بنویسیم get off a bus. من یادم اینو دقیقاً همین شکلی تو امتحان داده بودم، بچه ها ننوشته بودن. ببین هم تو کتاب کار اومده، هم دقیقاً توی کتاب کنار هم اومده. این نشونه چیه فکر میکنی؟ من وقتی یه همچین برگی رو میبینم متوجه میشم دانش آموز اصلا مطالعه نکرده، چه برسه این که بخواد جواب سوالا رو بده. get off. get on بود و get off دیگه. چه خط صافی. به به. 5 pilots have. خلبان ها دارند یک جای خالی جاب. یک شغل چی دارن؟ ایزی. مخالفش چرا روش خط زدم؟ مخالف ایزی چی میشه؟ هارد. توی کتاب هست. سخت درس میخوانند که هارد کجا میشه پیداش کنیم؟ از همینش بدم میاد دیگه، سخت پیدا میشه، به خاطر همین میره رو مخم. حالا این اینجاست. بعد حالا تازه اینا برداشتن بردنشون تو هم دیگه. یک حرف از این اون وره، یه حرفش این وره. هم کن حوصله داری. We try to. این الان مخالف dirty میخواد، اصلا نیاز نیست اینو بخونی. بعضی از بچه‌ها من دیدم سر امتحان میگن آقا این کیپ یعنی چی؟ حالا یادش رفت ولی آقا چی کار داری کیپ یعنی چی؟ مخالف dirty رو اینجا بنویس. مخالف dirty یادت نمیاد؟ keep the city چی داشتیم؟ clean. که بهتون میگم عبارت‌های ته کتاب و این نمیدونم بار چندمه دارم این جمله رو میگم. عبارت‌های ته کتاب و حفظ باش. چندین و چند بار این جمله رو من گفتم. کلین رو بگردیم پیدا کنیم. کلین اینها. این هم از اینو واقعا برعکس عمل کردنش خیلی کار رو سخت تر میکرد. یعنی من میخواستم یه ساعت بگردم اینجا کلمات رو پیدا کنم، بعد بیارم اینجا به کار ببرم. خیلی کار رو سخت میکرد و کار منطقی و معقولی نبود. شماره قسمت ب میگه کلماتی که یاد گرفتید توی ستون مناسب قرار بدید. اینجا جاییه که عزیزم وقتی به بچه ها هنوز نگفتی ناون چیه، ورب چیه، ادجکتیو چیه، این چه کاریه توی یهو کتاب کار آوردیش. حالا من بهتون میگم ناون به
زبان انگلیسی توی فارسی بهش میگیم اسم، نه اسم آدم ها، اسم به لحاظ دستور زبانی. خب ورب که میشه فعل، که حالا این رو باز باهاش یه مقدار آشناترید. منم معمولا گاهی اوقات توی قسمت گرامر به بچه‌ها اینو میگم. ادجکتیو صفت هستش. صفت همون صفت ملکی یادته، این صفتشه، فقط صفته. حالا possessive adjective نیست، صرفا جهت اینکه یادآوری کنیم ما صفت رو قبلا گفته بودیم. ببین صفت چیا میتونه باشه؟ خیلی چیزا. میتونه رنگ باشه، میتونه مثلا سریع، صفت به حساب میاد. اما چی میخواد ازمون؟ میخواد چیزایی که اینجا پیدا کردیم، اینجا نوشتیم توی جای خالی و اینا رو بیایم اونجا قرار بدیم. الان حالا به ترتیب بخوایم بگیم، از همین پایین شروع کنیم. آقا کلین یعنی چی؟ یعنی پاکیزه. توی فارسی پاکیزه اسم، صفت یا فعله؟ صفت دیگه، کلین. یکی دیگه از چیزایی که این بالا داشتیم اینها. هارد. هارد چیه؟ بازم صفت، سخت، صفت دیگه. حالا فعل پیدا کنیم. فعل چی بود؟ یک فعالیتی رو حالا انجام میداد دیگه. لزوما فعالیت هم درش انجام نمیشه، لزوما اکشن نداره، اما خب خیلی کار راه اندازه. فعالیتی که تو جمله انجام میشه رو بهش میگن فعل. get off اینجا قرار میگیره. get، این چیه؟ get off 2 تا f داره، 2 تا t نوشتم. مغز خسته باشه اینجوری میشه. بعد از سر کلاس که اونم اون روزی که 2 شیفت بودید، نیاد بشینید ویدیو ضبط کنید. خب حالا یه دونه ورب یا فعل دیگه پیدا کنیم. الان بین این سه تا fire، hire و account به نظرتون کدوم فعله؟ hire کرایه کردن مگه نبود؟ کرایه کردن فعل دیگه. من اینجا می‌نویسم hire. و اون 2 تا اسمی هم که اینجا داریم fire و account هستش. fire یعنی آتش، به لحاظ فارسی هم به لحاظ دستوری. توی زبان فارسی هم اسم، account هم همینطور، حساب، اسم به حساب میاد به لحاظ دستور زبانی. fire و account. این زبان انگلیسی خیلی خوبه که آقا مثلا ما به اسم آدما میگیم توی زبان انگلیسی name، به اسم به لحاظ دستوری میگیم noun. ولی خب توی فارسی چون هم چی میگن، هم معنا که نه، یک کلمه براشون به کار میبریم، یه خورده قضیه رو آزاردهنده میکنه. البته برای نام افراد از کلمه نام هم استفاده میکنیم که ای کاش کلا جا میافتاد به اون بگیم نام، به این بگیم اسم، که اینا با هم قاطی نشه که دیگه. حالا اینجوری نیست قضیه. با کلماتی که یافته اید چند جمله بسازید. Write some sentences with the words found. با کلمات یافته شده. این همون چیزیه دیگه، همون چیزیه که اونجا نوشته و ترجمهش کرده. جمله نوشتن با اینا حالا دیگه اختیاریه. ببین مثلا جمله بنویسی که درش فایر به کار رفته باشه. مثلا میگیم firefighters put out fire. نقطه. firefighters put out fire. آتش نشانها آتیش رو خاموش میکنه. یا مثلا the plane نه اون چیز بود، get off رو مثلا اومدم land و take off و همه اینا رو دارم با هم قاطی میکنم. آثار خستگی و ما ادراک مل خستگی. the hire چی بود؟ کرایه کردن. I hire a taxi to school. اوکی، یه جمله های مدلی دیگه حالا بنویسید، سلیقه‌ایه، هر کی هر جور دلش خواست میتونه بنویسه. من چند تا مثال زدم، بقیه‌اش با خودتون مدیونید فکر کنید دیگه. حسینم نشد بنویسم. امیرعلی میخواد برای انجام زبان چی؟ انجمن ببخشید دیگه، درک کنید، خستم. برای انجمن زبان مدرسه خودش پرسشنامه. من یادم یه نظرسنجی هم کردم ازتون، دوست نداشتید این داستان سرایی هایی که اینجا میشه. آقا داستان از این قراره که او از شما خواسته که بررسیش کنید، در صورت نیاز اصلاحش کنید.
اینجا نگاه کن نوشته edit the following text. متن زی رو edit یا ویرایش کنید 5 تا غلط داره. اصل قضیه اینه که سوال مهمیه ها. البته این متن نیست، سواله نمیدونم. اوکی بخونیم ببینیم چیه. آها پرسشنامه است، کوئسشنره. Do your father use an e-ticket? Do your father مگه نمیگی؟ چند نفر؟ یه نفر. سوم شخص دیگه، سوم شخص مفرد، پس فاعلت وقتی سوم شخص مفرده اینجا بعد از does استفاده کنید توی سوال yes or no. این یک. Are there a hospital near your house؟ مگه نمیگی a hospital؟ پس are دیگه چیه؟ is there. این برای درس یک. خب دیگه چی؟ does you؟ آقا مگه does نمیگی؟ فاعلت چرا youه؟ پس من به فاعل دست نمیزنم، اینو تبدیل میکنم به do. Do you give money to charity؟ بهزیستی، محک و غیره. اینا خیریه هستن دیگه. Do you give money to charity؟ پول میدی به خیریه؟ که حالا اینجا جوابش رو کار نداریم، فقط باید غلطش رو پیدا بکنیم. غلطش البته بذارید اینو پاک کنم دیگه. غلطش میشد این که ما اونجا علامتش زدیم و نوشتیمش. معنی اینا رو هم که میدونید چیز خاصی نداره. هاسپیتال بیمارستان. شماره 4. How does you keep your city clean؟ دوباره فاعل you چجوری اون وقت اینجا does؟ پس من اینجا باید بگم do. Does your classmates؟ اس جمع داره، فاعل درسته سوم شخصه ولی مفرد نیست، پس does نباید بنویسی، باید بنویسی do. میبینی چقدر do و does داره؟ توی این سوالایی هم که با هم حل کردیم زیاد بود این قضیه. آقا باز تأکید میکنم گرامر درس 3 رو باید بلد باشی وقتی میخوای امتحان درس 4 رو بدی. قسمت بعدی اینجا میگه که به صورت بله یا خیر. بله یا خیر این چه توضیحیه توی سوال آخه؟ I take out money from ATM once a week. یک بار در هفته این کار انجام میدم. من نه. مثلا آخرین بار که از دستگاه خود پرداز پول برداشت کردم یادم نمیاد. هیچ موقع پول نقد همراهم نیست. Our school never takes us to museum. Take بردن دیگه. میگه مدرسه‌مون هیچ وقت ما رو موزه نمیبره. museums. مدرسه‌مون هیچ وقت آره دیگه هیچ وقت ما رو موزه نمیبره. مدرسه ما رو برده. من بزنم غلطه. نه نو. I like to do voluntary work. I like to do voluntary work. آره چرا که نه. کارهای داوطلبانه انجام دادن. I always send an email to my friend. من همیشه به دوستام ایمیل میفرستم. هیچ کس فکر نمی‌کنم همچین کاری بکنه حداقل توی ایران. توی یه سری از کشورها مثل کشور اروپایی اینا باز یه مقدار ایمیل رایج هست هنوز، ولی نه برای ارتباط گرفتن با دوستان مخصوصا. بیشتر تو محیط‌های کاری و دانشگاهی و اینا رایجه. I usually use an e-ticket to get on the bus. من از اتوبوس استفاده نمی‌کنم پس میزنم no، ولی اگر شما استفاده می‌کنید بزنید yes. میگه من استفاده می‌کنم، معمولا استفاده می‌کنم از e-ticket برای اینکه سوار اتوبوس بشم. In my family تو خانواده‌ام we always donate blood. ما همیشه خون اهدا می‌کنیم. اینو بخونیم متنی که اینجا نوشته این بنده خدا زیر قیدای تکرار خط بکشیم. We sometimes قبل از فعل اصلی اومده. We go with a school bus. ترجمه کنم براتون، چیز خاصی نداره تا حالا. We have a lot of fun. خیلی بهمون خوش میگذره. Some of our teachers come with us. بعضی از معلمان با هم میان. We often visit a museum. We نقطه چقدر تو همه این. آره ما اغلب اغلب ویزیت ملاقات میکنیم، دیدن میکنیم بهتره بگیم، نه ملاقات، از موزه. We sometimes گاهی اوقات meet a famous writer. گاهی اوقات یک نویسنده مشهور میبینیم، ملاقات میکنیم باهاش. اینجا ملاقات کردن دیگه.
The writer usually tells us some interesting جالب stories داستانهای جالب بهمون میگه اون نویسنده. At noon ظهرها we pray دعا میخونیم and have lunch دعا میخونیم pray یعنی دعا کردن دعا میکنیم و have lunch نهار میخوریم. این have اینجا به معنی خوردن استفاده میشه. پاکش کنم اون خطو چون اونجا چیز نیست چی اسمش قید نیست. بعضی از بچه ها این سام رو به عنوان قید علامت میزنن که کاملا غلط. قید تکرار منظورمه. In the afternoon we go to the park and play and have a lot of fun. بعد از ظهر میریم پارک و بازی میکنیم و خیلی خوش میگذرونیم. خیلی بهمون خوش میگذره. We come home at 6 p.m. and go to bed early. زود میریم به تخت یعنی زود میریم به رخت خواب. این early به معنی زود قید هست ولی قید تکرار نیست. از اون قید تکرار خواسته دیگه. ما فقط اونا رو می نویسیم. ترسیدم شاید جا انداخته باشم یه چند تا یا 4 تا علامت زدیم دیگه تعدادشو ننوشته. کاش می نوشت. حالا باز اگر چیزی جا انداختم شما تو کامنت ها بگید. از سر خستگی بعیدم نیست جا انداخته باشیم ولی حالا این نگاهی که خودم انداختم بعید میدونم جا افتاده باشه. اوکی yes یا no بر اساس چیزی که خوندیم. بچه‌ها این سوال درک مطلب حواستون به این باشه دیگه. The students always go to a museum. همیشه میرن به موزه. همیشه بوده یا نبوده؟ این قضیه همیشه بودنش مهمه. We sometimes go out with our school. We go with the school bus. We have a lot of fun. So کجا we sometimes meet a famous writer. نه موزه کجا بود؟ اینها. We often visit a museum. اغلب. اینجا چی گفته؟ always. پس غلط. خب sometimes they meet a famous person. sometimes این sometimes رو حتما چک کنیم. گاهی اوقات یک شخص معروف رو میبینن. اون نویسنده بود توی متن اومده بود اون منظور دیگه. یعنی اونجاست جوابمون. کجا بود؟ We often visit a museum. We sometimes meet a famous writer. Sometimes. پس اینجا چی؟ کجا میری برای خودت؟ Sometimes هم اینجا نوشته پس من اینو تیک میزنم yes. شماره 3 میگه they don't stay up late at night. They don't stay up late at night. میگه شب بیدار نمیمونن تا دیر وقت. بیدار نمیمونن تا دیر وقت. درسته؟ حواست بود؟ خب حالا اینجا رو نگاه کن. میگه میریم به رخت خواب زود. پس این دوتا جمله با اینکه به روش‌های متنوعی گفته شدن ولی یک مفهوم رو میرسونن و من yes رو علامت میزنم. نه اینکه شما نگاه میکنی آقا میگه اونجا گفته زود میریم به رخت خواب. اینجا گفته they don't stay up. Stay up یعنی بیدار ماندن. They don't stay up late. خب بیدار نمیمونن تا دیر وقت at night. شب تا دیر وقت بیدار نمیمونن. نگاه نکن اینجا یه چیز نوشته اونجا یه چیز دیگه بعد بگی که حالا پس no. مفهوم جفتشون یکیه پس می نویسیم yes. The students have a good time. بهشون خوش گذشته بود دیگه. چند بار گفته بود we have a lot of fun. A lot of fun اینجا نوشته شده. یه بار دیگه همون بالاتر بود. پس اینجا می نویسیم که اوقات خوب یا خوشی رو داشتن. بله yes. They listen to stories. به داستانا گوش میدن. گفته بود که این the writer usually tells us some interesting stories. پس اون نویسنده براشون داستان میگفت دیگه. پس اینا چیکار میکنن؟ به داستان گوش میدن. درسته دیگه. They listen to stories. این رو هم تیک میزنیم. خیلی فنی تر شده بود اینجا این قسمتش. امیدوارم که دقت کرده باشید چون سوالای خیلی فنی تر و درست حسابی تر بود. مخصوصا دوتای آخر که با یک بیان دیگه‌ای همون مفهوم رو بهش اشاره کرده بود که خب طبیعتا سخت‌تر میکنه جواب دادن به این سوالا رو. اما خب یه مقدار مسلط باشی رو قضیه جمعش میکنی. چیز خاصی هم نیست.
مورد بعدی میگه answer the following questions about yourself. در رابطه با خودت گفته. اوکی. پس کاری به متن نداریم. Where do you usually go on school trips? چی میگن؟ اردوی مدرسه معمولا کجا میری؟ این دیگه میشه نظر خودتون دیگه. حالا من یه قسمتشو براتون مینویسم. میگم I usually go to. حالا بگید شما کجا. اوکی، بقیهش با خودتون. How do you go there? I usually go there. usually خودم اضافه کردم. میتونم مثلا ننویسمش. I go there by bus. چرا اینجوری نوشتم؟ اون داره میگه چجوری میری آنجا. آنجا کجاست؟ همین اردوی مدرسه. من میگم به وسیله اتوبوس. by bus. What special activities do you do? activity فعالیت، special خاص. چه فعالیت های خاصی رو انجام میدی اونجا؟ حالا اونجاشو خودش نگفته ها، من اضافه کردم. میگه چه فعالیت های خاصی انجام میدی؟ حالا فعالیت هایی که اونجا انجام میدی رو میتونید بگید دیگه. مثلا بگید آقا فوتبال بازی میکنیم، مثلا والیبال بازی میکنیم. مثلا بنویسم we play. یه سره نگیم volleyball. میتونید بگید چیزای دیگه. حالا اون میگفت نمیدونم نویسنده معروف میبینیم داستان برامون میگه و این داستان خیلی چیزای دیگه هم میشه نوشت. من صرفا یه مثال نوشتم. When do you usually come back? میتونی بگی I usually، یا میتونی بگی حتی we. اینو we بنویسم. چرا اینجوری میکنی؟ روز میخوام we usually come back. خب we usually come back. میتونی زمان بگی at فلان موقع. میتونی بگی مثلا in the evening. عصر. in the evening. این هم از این. شماره 5 میگه do you enjoy school trips? آیا از اردوی مدرسه لذت میبری؟ Yes I do. No I don't. یکی از این دوتا. مثلا 99% مواقع yes دیگه. Yes I do. و بالاخره تمام رسیدیم به درس بعدی که حالا فعلا کاریش نداریم. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی نکات رو با هم مرور کردیم. تمرینای خوبی هم داشت. خورده ویدیو طولانی شد دیگه، ببخشید دیگه، چون بخوام کامل تشریحی توضیح بدم هیچ کارش نمیشه کرد. از این کوتاه‌تر واقعا ممکن نبود. ممنونم از این که با همون همراهید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.